از عطر مورد علاقه با شما. همینطور که از اول ویدیو متوجه شدین من 5 از عطر مورد علاقه آوردم، مطمئنی کردم که با هم تستش کنیم. این عطر میرسه به یارای صورتی، یعنی من عاشق این عطرم، برای همین رتبه 1 رو بهش دادم. و از اول ویدیو بگم من عاشق عطر شیرینم، یارای صورتی هم همین جوریه، عاشقشم. دوستم کل میز عطرمو یارا بچینم. زنی گفتم اولین عطر مورد علاقه منه و خیلی دوست دارم، رتبه 1 رو بهش میدم. بادی اسپلشش هم گرفتم. اینم بوی خوبی میده، فقط یه کوچولو از اون تندتره، یه کوچولو هم بوش فرق میکنه، خیلی زیاد بوش فرق نمیکنه. رتبه دوم میرسه با ویکتوریا سیکرت. این زیاد شیرین نیست، یعنی به شیرینی یارا نمیرسه ولی بازم شیرین، یه کوچولو تند هست ولی عاشقشم. یعنی من میمیرم برای این. همونطور میبینین جدید گرفتم و من هر بار که تموم شد سریع بلا فاصله یکی جدیدشو میگیرم. رتبه سوم میرسه به حیاتی. حیاتی هم یک عطر شیرینه ولی این ستایی تا الان تست کردیم شیرینیشون با هم فرق داره میزانش، و هر کمی که از اونایه وای خیلی خوشبوه، همینو میتونم بگم. یک شیرینه، بوی گل میده، احساس میکنی انگار تو طبیعتی و بلا فاصله بوش میکنی میفهمی این همون عطریه که دنبالش بودی، همون عطر، این همون. به پنجم میرسه به گودگل. هم دیگه مشاهده میکنید این برخلاف ستای قبلی تنده بوش و اینم دوستش دارم. این برای جای رسمی خیلی خوبه که تو رو واقعا خیلی رسمی و شیک نشون میده. اینم جزو عطر فیوریت منه. نمیدونم این عطر چیه ولی همجوری چشم بهش خورد، نمیدونم از کجا اومده واقعا. میخوام بوش کنم اما بدی نداره. بوی عطر حرم میده. منظورم انقدر شیرین این نبود.